مادرم خوبند ها، خوب میشوند. خواطر نشوید، ما تنها برای تشخیص میبریم. مادر جان من با نزدتون میویم، خواطر نشوید مادر جان. این کارو بیبی هم کردن، اگر سری وقت نمی اومدم میکشتن. من هیچ کاری نکردم، من هیچ چیز رو نمیفهمم. التماس ما هم به بیمارخانه رویم. ایستید، من باید بیانات شما رو گیرم. مرحمت. ابای افزون، میدونید وقتی که مادرم رو از حفظ برآوردم اون نومی مرا به زبان آورد. بله رفت کمیسر، حالا با مرکز می رویم. خانم امینه دعوا کرده ایستاده است. آقای شرف در همان جایند؟ حالا نه آمده است. مایلش، من به شعبه می آیم، در همان جا وام میخوریم. مرا به شعبه ببر. اطاعت کمیسر. کار من حل شد. نقشه‌مون ویران شد، به شعبه پلیس رفته ایستاده‌ایم. این طور باشد حالا رفته فیلمی خانم پینار را تماشا میکنیم. ابله اینا به کار گریخته است. شرف مرا نشناختی، من افزونم. تو اینقدر زنی مکار هستی، اینقدر ایسان فاستی. اکنون بازی با آخر رسید. من بعد دیگر هیچ کس رو فریب داده نمیتوانی. شرف یک بار به من گوش کن، به چشمانم نگر، التماس. از شو شد شرف خطای بزرگ میکنی. حداقل یک مرتبه مرا گوش کن، خواهش میکنم شرف. خاموش! اکنون تا ابد خاموش میمونی. پدرم تلفنش رو خاموش کرد. اکنون دست نارس شد. با یک دروغت بهوده همه رو سرگردان نکن، فهمیدی؟ بهوده نیست، مادرم قریب بود که با گناه شما غرق میشد. خدایا در این سین و سال بچه ها رسیدم، مگر گناه نیست از برای خدا؟ التماس جنجال نکنید. همین که به شعبه رسیدیم همش رو حل میکنیم. چی میخوایی؟ الواکه زود به بیمارخانه مرکزی رفت. تو چی ها میگوی امینه؟ با مادرم یکم واقع روی داد؟ مادرم رو
به بیمارخانه بردند. امینه تو چیو میگوی؟ چی شد گفزم؟ تو بهترش به بیمارخانه رفت. مادرم تنها نمونه. تو در کجایی؟ پدرم در کجاست؟ اکا این گپ ها رو مون زودتر به بیمارخانه رفت. مالش به کدام بیمارخانه؟ аҳволаш хуб аст оби бисёр фурӯ набурдааст фишораш ҳам муътадил یگان نشانه زورآوری هست؟ пайдо накардем زود تشخیص عمومی گذرانید. شرف پدر به فکر مادرم شما رو شناختند. مادر جان پدرم را شناختید. من به شما باور میکنم مادر. شما این کارو نکرده. شما به چیزی ضرر نمیرسونید. شما فرشته اید. یاسین او را به حالش گذار. به هیچ کجا نمیرم. من شما را یاسین سرده تو چیکار میکنی؟ مادر پسرم 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 من در کجایم؟ آروم شوید. فرزندانم شرف در کجاست؟ او زنده است میتونه؟ خانم آرام شوید به شما خستن ممکن نیست دروید. ببخش تو را ناراحت نکردم. نه من درس تیار میکردم. اکای کمال خوابند؟ پدرم به حجرش در اومده بود. شاید که خواب باشد. چه خیلی خواب دخترم. آب خواب می رود اما کمال نه. پدر همه رو ترسوندید. چه شد یاسین؟ اکا احوال مادرم خوب نبوده است. او را به بیمارخانه بردند. چه واقعه شد گفتی؟ نپرسید. امین زنگ زده خبر رسان. در نزد مادرم کسی نیست میگید. شما همراه من نمی روید؟ مایلش 5 دقیقه انتظار شو. من حاضر آماده مایلش من در پایان انتظار میشم. خوب این آدم چی کار میکند؟ این ماشین آقای شرف است. عزیز برای چی زنگ میزند؟ چراغ ماشینت را گریان کن. بالا زند. سرعتش رو بلند کرد. گاز را زیر کن و زود از پیشش گذر.
اینها انیق از پسی مانند. چیکار کنم؟ دستگیر میشوم. چرا اینو مرا تخیل میکنند؟ بخیر است آقای شرف، حتی جنایتکار ارشدی چنین فرار نمی کند. با شما چی؟ تابم خیر است. به بیمارخانه می روید؟ چرا با آنجا روم؟ به شما خبر ندادم. خانم فریده قریب غرق می شد. چی؟ ای خدا، امینه با من زنگ زده بود اما من جواب ندادم. حاضر آنها در شعبه پلیس هستند، من هم به همانجا می روم. آنها در شعبه پلیس چیکار میکنند؟ دخترتان به این کار بی‌بی‌اش را گناهکار می شمارد و میگوید که مادر شما قصد کشتن خانم فریده را داشته است. خیر میلش. حسین، تو انتظار نشو، من همراه آقای شرف می روم. جین زند. کلید رو در خانه فراموش کردم. باز از افسون گپ میشنوم. این ابله چیکار میکند؟ چرا به خانه نمیدراید؟ امینه، امینه. معلوم می شود که امروز بر وقت خواب رفتند. این شب به فکرم تا سحر ستاره حساب می کنم. شب خوش. تقدیر را بینه. آقای شرف، شما از کجا می آیید؟ امینه به شما زنگ زده نتوانسته است. من هم زنگ زدم، جواب ندادید. کمی سیر و گشت کردم. چی گپ است؟ از من بیانات میگیرید؟ نه، بیانات نمیگیریم. نه، مرا ببخشید، من چنین گفتن نمیخواستم. از روزی که فریده به خانه ما آمد احوالمان خیلی وزنین است. با افسون هم مناسبتم بد است. با کسی صحبت کردن نمیخواستم. فهمیدم. یک صدا برآمد. یگان چیز افتید مگر؟ در پس ماشین
баъзе чизҳо ҳаст, шояд рафтида бошад. گوش میکنم. مادرم رو آوردن. فریده فگیل. بله آوردن. در آخری راه رو حجره 203. تشکر. کی ما رو به اینجا آورد؟ نوبدار به شما معلومات میدهد. یاسین مادر؟ شما مرا شناختید؟ اکی کمال مادرم مرا شناختن. یاسین میگوین. مادر جان. مگر من پسرم رو نمیشناسم، مگر مادر فرزندش رو نمیشناسد. جانم پسرم یاسین. تو رو خیلی پسماند شدم، خیلی پسماند شدم. تو کلان شده ای. جوانی زیبا شده ای. خیلی جوانی زیبا شده ای. شما باشد عوض نشده اید مادر جان. حالا هم همون خیلی زیبا. التماس دیگر ما را ترک نکنید. ما را ترک نکنید مادر جان. به شما خیلی مشکل بوده است. من دیگر هیچگاه شما رو ترک نمی کنم. اگر روزی شما رو ترک کنم بدون که من مردم. آقای شرف اگر خواهید در طرف راست نگاه دارید من رفته ببینم. خودم میبینم. به اینم رسیدیم. آقای شرف میتوانید ماشینتان را با توقفگاه درآورید؟ نه بهترش در آن طرف راه میگذارم. شما تشویش نکشید. بلش.
التماس نکن. من پینور. یگان مشکلی داره جناب. نه چیزی نیست. باغاج رو جابجا میکنم. التماس ماشینتون رو گیرید، در اینجا ایستادن من است. آخر همش را نقل کردم کو. اکنون مونید به نزد مادرم روم، او تنهاست. سردارم مرحمت بیاناتشون. تو دیدی که بیبیت مادرت را با آب تیله داد؟ نه. خیر چیکار میکرد؟ همین طور در کنار حوض ایستاده بود؟ یعنی چند ثانیه چند دقیقه انیق گفته میتوانی؟ یک لحظه. و خلاصه کردی که او مادرت را کشتن میخواهد. اپای افسون هم دیدند. شما چیکار میکنید؟ او را کشتنیت گفتند. اینطور باشد از این برمیاد که شما پیشتر از امینه خانم فریده را دیدید. همینطور؟ با فکرم که ها. شما تیله دادن خانم نباهت را دیدید؟ نه، اما او در اونجا ایستاده بود، کاری نمیکرد. وقتی که او در اونجا ایستاده بود شما هم کاری نکرده آرام ایستادید. همینطور؟ وای، با فکرم من و امینه در یک وقت او رو دیدیم. باز بیبیم دیروز میگفتند که کی او میمیرد که جانمون خلاص شود. جانکم آخر به او چخیل آرامون زندگی میکردیم، نخواست از دهانم برآمد. مادامی که ما در اینجاییم من نیز باید به شما یک چیز رو بگویم. البته مجبورم این رو بگویم. خانم نباهت پیشتر هم کلینی دیگرش را از زینه پایه ها به پایان تیله داده بود و برای این کارش او را حبس هم کرده بودند. نخواست شد. تو این رو از کجا فهمیدی؟ شرف نقل کرد. من این رو به تو نقل نکردم. با زمین مادرم راست میگوید. این حادثه نخواست شد. خیر چی فرق دارد که از کجا شنیدم؟ مگر دروغ است؟ آقای شرف شما خوب هستید؟ خوب نیستم. من خیلی پشیمانم آقای عزیز. خیلی پشیمانم. اجازت دهید ما رویم. آخر احوالمون معلوم است. ما خیلی خسته شدیم. با اجازت رفتیم شرف. اصلا تو دخالت نکن. با من چیکار کردنم رو نشانه ده. آقای شرف یگان مشکلی دارید. در راه هم پریشان می نمودید. از چی پشیمانید؟ من باید امشب از خانه نمی برآمدم. گوش کنید. خودتان رو گناهگار نکنید. شکر که خانم فریده غرق نشد. پدر مادرم چشمانشان را گشوده امینه گفتم مرا شناختند، باور کنید. چطور؟ همه چیز رو به یاد آورده است؟ تو را مرا
همه چیز رو در یاد دارید مادر جان؟ نمیدونم یاسین، کم و بیشتر یاد دارم. به گوشم بعضا صداهای عجیب می آید، صدای تو و پدرت. بعد یک خانه رو در یاد دارم، خانه خیلی کلان، باغ کلان دارد، باز یک زن رو نمیشناسم، اما به من تبسم میکند. خیلی میترسم وقتی که در بارش فکر میکنم. خیلی دلم زیق میشود، خیلی زیق میشوم، خیلی. به اینها اهمیت ندهید مادر جان، خودتون رو خسته نکنید. گذشته در گذشته مان فریده، خوبش در فکر آینده باشیم. امینه در کجا؟ پدرت در کجا؟ چرا حال هم نمی آیند؟ با آنها خبر نرساندی که من صحت شدم. میدونم مادر جان، شما تماما خاطر نشوید. آخر دکتر چی گفت؟ غم و هیجان رو یک طرف گذارید. تو با آنها زنگ زن، دوباره زنگ زن. من آنها رو خیلی پزمان شدم. زودتر به نزدم بیایم، میخوام آنها رو به آغوشم گیرم. یاسین پسرم، شما به من چه خیلی زندگی کردید، به من نقل کن. مادر جان، حالا به آنها زنگ زنم کنی پرسم که کجا رسیده باشن. مالش؟ من هم از یاسین یک چیز رو پرسم. آقای کمال، من از شما خیلی منت دارم. تشکر که یاسین رو تنها نگذاشتید. شما رو دیده خیلی شاد شدم. من هم از دیدنی تو شاد شدم فریده. شکر که صحت شدی. چه گپ است شروچه؟ خورسندی کن، مادرت صحت شد. مگر ندیده دکه به ایست پدرم رو میپرسند. چطور گویم که او زنی دیگر گرفته است؟ من چی؟ مگر من همون پسری بیگناهی پیشینه‌شان هستم؟ اگر شنوند که من در حبسخانه بودم، احوالشان وزنین میشود. از غم باز دیوانه میشوند، میفهمید؟ این طور باشد سر را فاش نمی کنیم. مگر خودت نگفتی که حیاتی تازه را آغاز می کنم؟ درست. اما این مسئله پدرم رو چطور میفهمونیم؟ با مادرم چه میگویم؟ فریده، تو سزاواری این غم ها نیستی. این حیات از یاسین دیر یا زود میفهمد، عادت میکند. شاید این بهتر باشد. ها؟ من کمی کار دارم. امینه، شما با یگان تاکسی نشسته با بیمارخانه روید. افسون اگر خواهی به خانه رو. چرا باید با تاکسی رویم؟ ماشین برای چیست؟ ماشین در کجاست؟ در آنجا بود. در آنجا مانده بودم. ماشین من کجا شد؟ آنها در همانجا بود. ماشین شما رو برداشته بردن. من شما رو آگاه کرده بودم. تو چه میگویی؟ من باید زود ماشینم رو یابم، میفهمی؟ درست گپ زن. تو با کی گپ میزنی؟ مرا پاسبان ماشین تو نموندن. شد ببخشید، ما کمی عصبی شده ایم. بیا رفتیم. آقای شرف، شما حالم در اینجایید؟ آخر ماشینش رو برداشته بردن، چیکار کنیم؟ مادر، کاردار نشوید. اگر خواهید با بچه ها فرمان دهم ماشینتان رو پیدا کنند. نه تشکر، لازم نیست، من خودم میابم. خیر، کاری شما. شب خوش. تو چرا راضی نشدی؟ آخر کمک کردن میخواهد. افسون تو کاردار نشو، من خودم میابم. با کسی احتیاج ندارم. پدر،
با بیمارخانه به نزد مادرم نمیروید. ماشین رو بعد گیرید نمیشود. دخترم مهم است، گفتم که خیلی مهم است. اگر مهم باشد با جای داد و فریاد زده رفتم ماشین رو یو. کارو حل کردم گفتی او رو در باغوج مونده با شوبه آمده است کو؟ چطور؟ چرا زود از او خلاص نشده است؟ تو چرا تعقیبش نکردی؟ من نوعی زیخونی افسون را تازه کردم. شرف همش را پرتفته رفته است. تو چرا به شعبه رفتی؟ این قصه دراز است، اما یک چیز را باید گویم که فریده به خود آمده است. فریده به خود آمد؟ خیلی خوب. حالا برای از شرف جدا شدنت بهانه خوبی داری. شرف کار را حل کرده است؟ ها حل کرد. ماشینش رو برداشته بردن. خانم افسون در شهر سیر میکند. بلا زند او را. این ابله ناعهده برا همه کار را ویران میکند. گوش کن دخترم، با هیچ چیزی نقل نکن. مادرت هیچ چیز رو نفهمد. خیر چیکار کنم پدر؟ با مادرم دروغ گویم ها؟ از کجا دانم؟ یگان فکر کن آخر. من یگان راهش رو یافته با مادرت میفهمونم. پدر به نزد مادرم نمیروی؟ رفته نمیتوانم. مرا فهم آخر دخترم. من حاضر نمیتوانم. سحر آمده همش رو حل میکنم. مرا بفهم آخر دخترم. میلش رفتم. پسرم پدرت کی صحت شده خیست؟ حالا صحت و سلامت است همینطور نی؟ بله بله مادر جان، پدرم خیلی خوب است. از پیشترش هم خوبتر است. همین که آید با چشمان خودتان میبینید. شما چی کار کردید؟ این قدر وقت چی کار کردید پسرم؟ چی خوردید؟ چی پوشیدید؟ در خانه کودکان ما را نگاه بین میکردند. همش همینطور گذشت. من از آنجا برآمده کار رو شروع کردم. امینه باشد در نزد یک زن کلان شد. در نزدیکی؟ مادر امینه، مادر جان، مادر جان، hiç almıyor bunlar nasıl oldu yalan yeşerdi yemin vermiş oldu جان akam دیگر ما رو ترک نکنید مادر جان. geçmiş acıları alev alev yanıp küle döndü yağmurlar. برا ببخشید دخترم، من نمیخواستم که چنین شود. این دم نگویید مادر جان، شما گناه نداره. همش گذشت گذشت. شما صحت شدید مادر جان. Kaç yarım günler
dere döndü. Ufukta kaç güneş söndü. Yüreğim kaç isyan gördü. پدرت او در کجاست؟ چرا او نآمد؟ پدرم کار میکنند. از اینجا کمی دورتر است. شاید صبح رسیده بیاید. کار میکنند؟ در کجا کار میکنند؟ راننده است. پدرم راننده شده کار میکنه. او راننده یک زنی ثروتمند است. همینطور نه امینه؟ راننده زنی که امینه رو کلون کرده است. آها این ماشین را بین. خیلی زیباست. برای این پلیس یاد میدهند. تو اطراف را نظارت کن، من یک خبر گیرم. زودتر زودتر. زود باش زودتر. زود باش ماشین را به کار درآر. زودتر. به طرف دست چپ تاب ده. ماشین رو میدوزن. هی ماشین رو میدوزن. های ایسته با شما بگویم ایسته داخل. چین سند دادزنی اش را دیدی؟ خاموش ابله. قریب با گناه تو دستگیر میشده. باید چی کار میکردم مفتی؟ ماشین با کار ندار اومد، اما من علاجش را یافتم. تو ماره. صدایش رو خاموش کن. آخر به این هم دقت جلب میکنه. ای بیامان کمی استراحت کرده سیر و گشت کنین. خودت میدانی. خودم نفهمیدم. گشته بینم ماشین رو های کرده بردند. شما را یک دقیقه خامون کنید. یک دقیقه صبر کن برادر. رقم دولتیش رو میگویم. 34 GSL 31 GPCO. این ماشین من است. چی شد؟ ماشینم در کجاست؟ من حاضر با پلیس زنگ زده خبر دادم. کمی پیشتر دو جوان آمده ماشینتون را دزدیده بردند. دزدیدن؟ خوب هست زیدکن؟ آب بیارم. خوب نیستم. ماشین من را یابید. باید اول درون ماشین رو کافتکا میکردیم. برای چی؟ بنزین میکوبی؟ دوستان اینها آدمونی باید درون ماشین یکا چیز باشد. تلفن، ساعت، هر چی آبیم از خودمون هست. کلت کار میکردن. کنی ماشین رو نگاه دار خبر گیرین. پلیس از کجا؟ اینقدر زود خبردار شد. اما اکنون تفتیش دارند. خیر اکنون چی کار میکنیم؟ ماشین رو پرتفته میرویم. بعد میویم اگر استاده باشه گرفته میبریم. مایلش تو راست گفتی.
من با کی ضرر رساندم؟ چی کاری بده کردم که هیچ از مشکلی ها بر اومدن نمیتوانم؟ در نزد کوچه شرقی یک ماشین یافت شده است. 34 GSL 41. جستجو کنید. 34 GSL 41 جیپ سیاه در قید دزدی هست؟ من کمیسر عزیز همان رقم ماشین را یک بار دیگر تکرار کنید. 34 GSL 41. شد فهمم. دستگیر شدم. حتما اون جسد رو یافتن. ما رو حبس میکنن. حبس. لابای. الو آقای شرف، ماشین شما را در نزد کوچه شرقی پیدا کردن. به شما خبر ندادن؟ نه. پلیس در همانجاست. حاضر ماشین بارکش دعوت کرده ماشین شما را میارند. ایستید یک دقیقه. در کجا گفتید؟ همه تینجی هست. یک مشکلی نیست؟ چه خیلی مشکلی؟ از کجا دانم؟ خیر میلش تشکر. یعنی حالا هم یک فرصت دارم. گوش میکنم افسون. در کجایی مرا خاطر کردی؟ خیر ماشین رو یافتی؟ یافتم افسون. من دیرتر با تو زنگ میزنم. ابله قریب همه کار رو برباد میدادی. من هم با تو زنگ زدنی بودم. ماشین رو یافته است. خوب من هم با تو واخوردن میخواهم. مادامی که شوهرت نیست بیا کمی صحبت میکنیم. گپت رو با تلفن گفتن گیر آخر. باید نقشه بکشیم. باز چه خیلی نقشه؟ خودمون رو از یک بلا نجات دادیم کو. چه خیلی نجات داده ای؟ میگویی که همسرش هوشیار شده است. همین که همسرش 2 قطره اشک ریزد شرف به نزد او میرود. با چه میرود؟ با نیست ثروت خانم افسون. نه خود که همین طور شود. کنی یک فکر کن. مادامی که به همسرش چون این کار را کرد با تو چی کارهایی نمیکنه؟ خیر شد زود گپ زن. با کجا بیایم؟ صبح بخیر. من از گپم نمیگردم. هر چی رو دیدم همون رو نقل کردم. اگر من هم چیزهای دیدم رو نقل کنم چی؟ تو چی رو دیدی ها؟ از پشتم فیش کرده گپ نزده برویم گپ زن. روز گذشته دیدم که چیزا رو فریده رو در دولان پخش کردی. قریب بیچاره دختر رو از بالا به زمین میپرتافتی. اما من خاموش ایستادم. به خاطر پسرم خاموش ایستادم. به خاطر پسرم. یعنی دیدی؟ دیدم. اثبات کردم میتوانی؟ اثبات میکنم. اما من نمیتوانم. هم پلیس و هم امینه همش رو دیدن. در بالای سر فریده ایستاده بودی. من با تو چی گفته بودم ها؟ با بندی من بچه ها نمیفراین. اما اگر زریچه ها رو دیدن خواهی من این کار رو تشکیل میکنم. کنی فرامده بین در آنجا چی تو انتظار است.
برادر کمی زودتر رای کن. اصلا جایش رو هم نمیدونم. کم کم به چپ راست نظر کن. این ماشین بارکش کجا شد؟ تمام روز در همین جا میستیم. قریب دری باغاج رو می شکستند. روز بخیر. من از شرکت بیخطری ام. خانم افسون زنگ زدن. به فکرم کامیراهای نظارتی ویران شدن. مرحمت. یک دقیقه. در بالا پسری او گایشان هست. او را جیغ زنم. لازم نیست. جایش را میدونم. مگر من اثبات کرده میتوانم. در اول مادر جان میگفت حالا باشد قاتل. این زن مرا چشمی دیدن ندارد. من از این بلا چطور رها میشوم؟ من همینقدر تو کامیرا گفتی که آنها در کجا نصب شدند؟ در درون، در بیرون، در همه جا. یعنی حوض و باغچه رو هم به نوار میگیرد؟ همون طوری که در فیلم ها به نوار میگیرند؟ همون طور؟ به نوار نمیگیرد خاله. ویران است آخیر. خاله با خیر است خانم نباهت. در اینجا چی گپ است؟ این جناب کیست؟ از شرکت بیخطری آمده است. از شرکت بیخطری گفتید؟ کی شما رو دعوت کرد؟ به شرکت همان زنگ زدن. مرا فرستادن. گفتند که کامیراها ویرانند. دیشب من در باغچه بودم. کامیراها خوب کار میکنند. خوب هیچ گپ نیست. یک ثانیه. انا بینید کار میکند. انا اینش هم. شد. شما رو بیهوده تشویش دادن. چه خیلی که دیدید همش کار میکنند. معلوم میشود که خطا کردم. مرحمت. من شما رو گسیل میکنم. بیایید. به این طرف. این چطور بود؟ در اینجا یک نیزه چه بود؟ اما این خیلی زود حرکت میکند آخر. چطور این رو دارم؟ نشد. این رو میدونم. این رو گذران. چطور گذرانم؟ چطور بود؟ چه کار میکند؟ از اینجا باز یک نیزه دیگر بود. در اینجا این خیلی زود حرکت میکند آخر. شاید از اینجاش دارم. به فکرم از همینجا. شد.
در اینجا حفظ نوشته شده است. آمد. فریده افسون. این رسم است. حرکت کرد. فریده رو تله داد. فریده رو به حفظ تله داد. این زن خیلی خطرناک است. این زن خیلی خطرناک است. چیکار کنم؟ چطور این رو من کرده با خود بگیرم؟ چطور؟ اما نیست شد. در اینجا بود. کجا رو زیر میکرد؟ نه اینجا رو. یک تکمچه رو زیر کرده بود. شد. خدا جان برا خیر. برآمد. خانم نباهد. دیگر یگان کسی بیگانه رو به خانه ندارورید. اینجا جای کمادم کشته رفتنشون ممکن. کنی اکنون گپ زن خانم افسون. کنی بینیم در زیر چاه توی یا من؟ تحفه رو خودت میگیری؟ تحفه اساسی در دست من است. کنی بینیم. شد یافتم به طرفی راست کرد. گل برادر ایسا. ماشین را فرارد. تو کیستی برادر؟ من صاحبی ماشینم. تو گپی ما را گوش کن. ماشین را زود فرار. خیر بگذار چنین باشد، اما در خصوص دزدیدن شکایت کردن. ما ماشین را در حال به شما داده نمیتوانیم. باید با ما به شعبه رفته بیان ندید. باز جریمه همه سپاره. آخر همسرم بیمار بود. من صاحبی ماشینم. شما نمیفهمید. چرا کشاده شد؟ چیزی نیست برادر. به فکرم به غاج را کفتن. شاید قلف شکسته باشد. از برای خدا مرا فهمید. آخر شما هم زن و فرزند دارید. همسرم بیمار است. من باید به بیمارخانه روم. من جریمه اش را میسپارم. خود حاضر میسپارم. برادر ماشین رو فرار. آن را به صاحبش برگردانیم. من حاضر حجت ها را آماده کنم.
کجایی؟ یک کار بر اومد دیرتر وا میخوریم من به تو زنگ میزنم تو چی مرا احمق میکنی ها؟ الو الو خاموش کرد باوریم نمی آید هیچ باوریم نمی آید
داخل شدم. اما او خودش خواست، خودش چونه خواست. اگر برآمدم را تجیز نمیشد، ما را به حال ما نگذاشتی، به حال ما نگذاشتی. اکنون ما نجات یافتیم، دیگر با ما ضرر رساندن نمیتوانی. به خوف و خطر زندگی بکنی. خیر چی کار کنم؟ مجبور فراموش میکنم. کسی این رو نمیفهمد. ما هم مثل پیشتر حیاتمون رو دوام میدهیم. خوابی دهشت آور به آخر رسید. تمام پدرتون نامد. چی واقعی است؟ شما از من چیزی را پنهان میکنید؟ نه چیزی را پنهان نمیکنیم. گفتیم که در کار است. شاید اجازت گرفته نتوانسته است، برای همین نآمد. در کجا آن خانه؟ از اینجا خیلی دور است. در منطقه شمالی است. اصلا آنقدر دور نیست. شاید کارشان برآمده است. اپای افزون خیلی سرکارند و همیشه شهر به شهر میگردند. پدرم مجبورند که همراهشان روند. بیایید مادر جان، رفتیم. اگر خواهد خودش میآید. انا بینید اکای کمال در نزد در ما رو انتظار. او برای بردن شما آمده است. بیایید او را بسیار منتظر نکنید. فریده، خدا شفا دهد. بچه ها، شما در قفا شینید. مادرتان براحت شیند. کنی بینیم خانه من به شما معقول میشده باشد؟ به خانه شما می رویم؟ یعنی اول به خانه ما. من همراه یکی کمال زندگی میکنم مادر. وای امینه چی؟ پدرت آنها در دیگر جا زندگی میکنند؟ نه یک جایه مادر. بیبیتون چی؟ بیبیتون در کجاست؟ اون زنی ثروتمند تمام عائله ما رو زیر قناتش گرفت مادر جان. بیبی هم در خانهش خدمتگار شده کار میکنند. خدمتگار شده؟ در این سن و سال چطور کار میکنند؟ اوه چنان کار میکنند که اگر بینید حیران میشوید. اکا از مجبوری مادر جان. یاسین باشد کار کردنشون نمیخواهد. بیچاره خانم نباهد. شرف چی خیلی به این اجازت داد. فریده نباهد باز چیکار کند آخر؟ من هم یک قهوه خانه گشادم، در آنجا وقتم را میگذرانم.
یک روز به خواهخانه من بیایید. البته می آیم. مثل گربه شیردوست چی رو میکوبی؟ از دیروز باز امینه رو نمیبینم. او در کجاست؟ امینه در بیمارخانه است همراه مادرش. از این پس او را دیدنت مشکل میشود. فهمم. آمدی؟ افسون جانم. چه خیلی که میبینی آمدم. خدا را شکر. خیر زود به آشخانه رفته خوراک آماده کن. خدمتگارها را جواب دادی؟ شام یگان خوراک خوردن لازم است. تو میدانی که با کی گپ میزنی؟ من میدانم اما تو نمیدانی. ها من با خلاصه آمدم که از این پس باید مرا خانم نباید بگویی. این طور تو گفته گپ نزن. مرا فهمیدی؟ به کلبه هم خوش آمدید. یاسین یگان چیز لازم؟ نه یکه. خوب من به قهوه خانه می روم. بگو خوراک شام از من. وقتی آمدنم ماهی می آورم. اوه بیایید مادر جان. با که قهرمان خبر ده. اکا یاسین به نزد صاحب قهوه خانه آمد. فهمو او را گرفته به نزد یکی قهرمان میبریم.